عشقم هست. ولی تو از یک چیزی عشقته همه یک طرفه قضاوت کنه نه، چون اطلاعات پتپیران نیست. واشتن میخوان پتپیران ایواجه هم گم بودن ایواجه در این من ناو دارم چه مشموعات من دارم عرض کنم از نظر تاریخی به خاطر اطلاعات وتی دارمشم. میر شهباز خان چوک میر عبدالله خان بوده، میر چراغ خان چوک مدد خان بوده، عبدالله خان و مدد خان براته. بعد از چی که میر عبدالله خان وفات کرده، ای وحدی شهباز خان که چوکی بوده نوجوان بوده، میر مدد خان که ناکوی بوده حاکم دزدک بوده. یک اختلاف بین جند ای واجه ها بوجودی هست. یعنی میر شهباز خان گوشته که چون منی پید حاکم بوده حاکم دزدک منو، میر مدد خان گرتر بوده بود برازتی نشته پا حاکمی. میر شهباز خان محرمانه شکل یهده گو میر دوست محمد خان که سرجو آم حاکم نبوده، اسپهنات پیتی نائب حاکم بود. و تا آیی گپ کرده که تو بیا من کمک بکن طلای دزدک منیگه بلی منی ناکو پشت کشته. نو میر دوست محمد خان یک عده‌ای که مردمان شتون و سرجو و سلاحکو ایروکشن، چون دیگه جایش نبودشان تنها مرک شستو بود و سرجو و ایروکشان که ناکو جود بوده آزم خان و آپاچی ربطه دپ کلای دزدک واجه در دیوان بوده میر مدد خان. میر شهباز خان همراه بوده گونه میر شهباز خان رفته کلا به چه که نگهبانا شهباز خان جلو نگفته که واجه برازته. میر شهباز خان رسید به کلا دزدکش گفته بابا. یعنی جند بزرگ داده یا و بنیادیش. الان شیران ملا که نامی به نام جنگ نامه ای واجه لکته کاملا شرحی داده تاریخ بلوچستان. اجازه بده نه شی نه من گو بلکه ببخشی آی من داده ایده نه کتابی بنیاد بابا چیز شروع بوده. یعنی اختلاف بزرگزاده شاخه میر مدد خان، چون میر مدد خان زده بوده میر مدد خان ربط جالک از جالک ربط ماشکید در صدد ایشی بوده که نیروی جمع کن از ریگیان و از ماشکیدیان و بیاید دزدکی بگیر. کاغذی نوشتگی به سردار ریگی در لادیس کاغذی من هستم سردار تاج محمد خان که ما رو کمک کنی نبوده دستش نرسته. اما مسئله جالک همین کامخانی که اود کشتگی بی ایشی نزدیک به 2 سال پناهنده دوست محمد خان بوده به خاطر قتل جلال خان بونوسرک منی ناکو مرحوم قدوس خان بونوسرکی. جلال خان دوست محمد خان او ده ادعا بوده که ای دو این طلاب مال نوشروانی ها بوده که ادعایی کرده درگیری بوده صاحبان و میر جلال خان ملک زاده و میر جلال خانی که مروشی آی اولاد حسین برنه، چون آیی هم وارثه آیی هم که همه شاخه می براتانه که مروش فامیل بهرامیه شه. حالا که شما بهرامی و نه پیر کوی بهرام شما بارازی اون بزرگزاده شایعته با یک صاحبی میانجیگری کرده قبض کاغذی بوده بین ای واجه ها در مورد دوین یک طله یک خردوک کلاه چیچار
آیان داده چی جلال خان معمول هشته اسپهنات وقتی یختی بوده به دزک آیان جلال خان کشته جلال خانش که کشته که معمولش بوده نیکی پدا لشکر کشته جال پدا همین توپ که کلای شیشه ریزی و آخر پدا ای واجهان سول کرده سولش کرده اوشی برگشته دزک همین مدت بهرام خان در پهره و ایران شهر وفات کرد دوست محمد خان از دزک رفت پهره یعنی حاکم پهره بود و او دیهشته برایم خان میرزا خان میر هاشم خانی پده همی بخشانیانی که امیر مرادیه چی بجاوت او دهشته می شهباز خان گله بود که من گفتم همکاری کو کلا اینگه تو من ندا و خب گله هم بجا بود نداد که شهباز خان برایم خانی داد نو اولین مسافرتی که ای واجه چه پهریت دزک ای واجهان که جالک با یک تعدادی همراه به یاهه و میر شیر محمد هم از اشک لوته میر شیر محمد غلام محمد همراه به رمه گندوکانی وحشت کی کرد وحشت کو رند گوشی ما رو گونتو گپ خصوصیه در حضور صاحبی بی مشراخانی بی شیر محمدی بی و کامها که جالکیه یک کر زمین گوشی که تره نو واجه دا ملک داده بهرام خانی ملک کم پا گونته می دزک ویل که توزانه دزک میگه دزک برگرده آیی در جواب گوشی که منی براتان جالک من شما رو به رسمیت دانا شما پیر کنی بیته شما وقتی تابیت پهره قبول بکنی من هیچ حرفی نی و شما براتان منی بله تو شما واجهان تنیودی اشکتا نه کلا دیگی بی نه جن دیگی بی یعنی مش بر کلا نده جواب ردی داد ای واجهان چروز رفته خوشک به تحریک میر شیر محمد چراغ خان نه چراغ خان اصلا اراده ایشی نبوده ولی شگان میر شیر محمد جته قبولش کرده که برگرده نفر یجدیم داده که ما و دیگه و شهد بفرمایی غافلت شی که حموده در همین مجلس دو سیاد وارسه همه بهرامیانی که بروش جوشه نمیج بارانزگی نمیج بزرگ داده آیان در جریان کشان چه نقشه کشته نقشه ایشی بی که بیاین باجا یحتگن دزدک نفر اجدیم داده که ما لوتین تو خدا حافظی که که بفرمایی ما باندا تیگاین بشره باندا یحتگن با ای برنامه که بیاین در دیوان 15-16 نفره به مسلح و هیچ دیوان نیک 15-16 نفره بی و چراغ خانم کشی همه پند که آی منی پتا در دیوان جت و گلید همین کار ما هم کرد ما یعنی با توجه بشه که آیا سعی بودن چی داری چی که برنامه چیه ناامید هم بودن که دو دیزکش نده تو جواب ردی داده و میرشیر محمد هم ناامید بودن که خوشکی نده آی ناکوزاتی او در نایب حکومته نو با ای برنامه یحتگه و می دوست خان برایم خان گشته دروازه ایده مجملی آیم جد و میردوس محمد خان یک تیره جتا یک تیره آیا خیلی جتا همایی که سالها 1-2 سال پانگی بوده کامخان همایی جتا و بس و شهباز خان هم کنار نشته بوده کنار دوست محمد خان ای تاک دوست محمد خان بوده تا شهرشی آتاک می شهباز خان این جنگ بابا به خاطر قدرت بوده به خاطر زمین شستون یا دزدک نبوده به خاطر قدرت بوده شاه معتقد بوده که که حاکمان پهره قبول شام گشته باید ما رو دزدک بده ما گفت من دزدک نده
درسته واجه درسته بله. بله دانه سیاستش نبوتا همه دوران یعنی یک بازدیره نبود همه دوران واج دوست محمد خان بید شما اشپینزگاه بجد من گوشت ما چی نگفت که باز دو گوشیم بر یک زبانی دو فکر کنیم گفتی پرستو نک پرستو بازو درخت چی پرستو بازیان چی همه دوران همه اسکرمان دو پرستو پاش دوست محمد خان دیم ده پده می سرجو مردم ببخشه اشتباه گو سراوان مردم گوش برین واج دوست محمد خان تو جنی ها کرمانی و درمین گوش بابا بلوچا دانتا خوش آمدی گوش مارسی گفت خوش آمدی و شما پارسی آنگوش شما پارسی ہیں شاید تمام ببخشید راه من جناب بابا هیچ کرمانی هیچ فارسی در تشکیلات دوست محمد خان نبوده. این کاملا دروغه. دوست محمد خان 3 سال آخر حکومتی در پهره یک جنی گفته که آ جن چون که یک مسلمانی بوده که آ مسلمان کارمنده گوران بوده در گندمکان. چرا گفتگی؟ به خاطر ایشی که روزنامه این روزنامه آن است سر هر 2 ماه 3 ماه از هندوستان زیارتگه انگلیزی بودگه. دوست محمد خان دیم داده همه واجکار بیارن که او بوانن ترجمه بکنه. آخر چی کارمند دیگری بوده واجکار گوشته گرما بوده چوک دیم ده یک کدوم چوک همراه بوده. دوست محمد خان گوشته من تو صلاح ندارم گر نکاهی کرده. آیی هم لاهور مردمی بود. اصلا گجر در این منطقه نیهده. بله یخته بله گجر نبودگه اسیاد براتانه چیان ما بودگه مالکی و چیان چه آم به سلام علیک آم به گندوک سر سال یک بد دو با نجنی. اصلا این گب اصلا بی اساسه عزیز من. اصلا بی اساسه. اصلا هیچ اگر چوش بودین که من چه بگوشم من متاسفم که یه گپ اش کنم شما هچه شایعات پوچه بابا. هیچ گجری نه در پهره بوده نه در دزدک بوده نه در شستو بوده. اما سانگبندی بین بلوچان بوده. بین ای بلوچان عمر وارث بوده. گجر نه بلوچه از بم و ایده شم بلوچه حکومت اودش گم بوده. همه مهمیانی که اون بوته هسته ولی همه پیسرگین بوده گم شم میگوزم پیسرگی بوده یعنی شان چی هم پدر راهی گپی نبوده وجه بلو اگه سیاد واجه وارث تاریخ بلکی بوده. اگه واجه اطلاعات پاک شانن گر دیگه بحثی نی دیگه روزم بکن هیچ به هیچ گجر وجه جن نبوده. بوده ما کس به هیچ وجه نبوده. واجه پیر محمد من عذر لوٹا ولی شاهنچین بی اساسه گپن که تو عشق کتگه من زانه تو عشق کتگه بل واقعا اساسش نی. ما عرض کو یک جنی آخران دوست محمد خان گفته که کار وانگ روزنامه انگلیسی بوده. روزنامه هر که بار بوده است دل مراد چه هندوستان که یارتگه هر 2 ماه 3 ماه این جنین کار فقط همه روزنامه وانگ بوده. و در جلاوطن هم جلاوطنی هم گم بوده. حتی چوک در صلاح کو در امی هر اولاک به بدبهتی که رفتگه چوک هم سخت بوده بنده خدای. تا این میر علی محمد خان پنجگور رفته برو پنجگور بعد از 1 سال براتان یحتگه چرایی جوز کرده علی محمد خان وطی جوز کرده ماما تیر رشته چه من سسته اگه تو ننده گو ما منی چوکه اگه روه گو فامید و بفرما برو که رفته آم 1309 آخرانی شمسیه که تو حساب میکنه. شان که مطرح گوشان در این مجلس گوشان تمام فاکت های تاریخی هست نه تنها روایت. آیی که تو باشه روایت غلطی آی شایعی آی خراب کنی اما تو نده ترگنانی تو عشق کده بابا بلی چوش نبیده بابا. من تمام بابا.